دفترمو باز کردم و یهویی چشمم به متنی خورد که چند روز پیش 2 شب نوشته بودم. اگه تو هم ذهنت شلوغه، اگه تو هم بین احساسای متفاوت دائم در رفت آمدی، ذهنت به حدی داره سوال میپرسه، داره حرف میزنه که نمیذاره راحت زندگی کنی، صدای اطرافت رو بشنوی، صدای قلبت رو بشنوی، شاید تو هم مثل من نیاز داری بشنوی، بنویسی. میخوام امروز همین چیزی که هلبداهه از ذهنم عبور کرده بود و ساعت 2 شب نوشتم برای خودم، برای شما بخونم. مطمئنم خیلیاتون هستین که مثل من نیاز دارین اینجوری ذهنتون خالی بشه. مطمئنم خیلی کمک میکنه هم شنیدن افکار دیگران، هم نوشتن افکار خودتون. پنجشنبه ساعت 2:32 بامداد. این روزها احساسات متفاوتی را در طول روز تجربه میکنم. زمان خوشحالیم خیلی زود به پایان میرسد. بیشتر غم و اندوه و حسرت و ناچاری مرا در بر میگیرد. با پررویی‌ام ادامه میدهم. حتی با غم و غصه باز سعی میکنم کارهای واجبم را انجام دهم و فعال باشم. مدتی است دست از برنامه ریزی دقیق برای آینده و حتی فکر کردن به آینده برداشتم. از گذشته هم فقط به یک چیز نمیتوانم فکر کنم. آن هم شیرین است. حتی غم بعدش هم برایم خوشایند است. نمیخواهم فراموشم شود. هر روز مدتی فکر و ذکرم یادآوری این خاطرات است. میدانم روزها و لحظات سختی میگذرانم. آگاهم که باید یک نوع بیداری در من رخ بدهد. همه چیز دلیل دارد و هیچ اتفاق و احساساتی تصادفی نیست. من باید به یک حقیقتی آگاه شوم. باید یاد بگیرم زندگی و افکار و احساساتم رو کنترل کنم، نه ذهن و بدنم و نه افراد دیگر. باید در لحظه زندگی کنم تا یک روز خوب داشتن هدفم نباشد. و این روزها دلم روشن است. اتفاقات خوب و روزهای متفاوت و پر از تجربه و حس خوشایند در راه است. فقط تلاش میکنم که صبرم را زیاد کنم. هر چیز میدانم در زمان خودش اتفاق خواهد. این فقط یه صفحه از ژورنالینگ منه. حالا که دارم فکر میکنم چقدر آگاهانه نوشتم، با اینکه کم و بیش یادمه چه احساسات خیلی عمیقی رو داشتم تجربه میکردم. اینم بگم که تا مثلا چند ماه پیش فکر میکردم که فقط منم که اینطوری عمیق همه چیز رو حس میکنم. نمیدونم چجوری بگم. وقتی ناراحت میشم اون ناراحتی کل وجودم رو در بر میگیره. وقتی خوشحال میشم واقعا از ته دل خوشحال میشم. هر حسی رو خیلی عمیق تجربه میکنم. احساسات و افکار من خیلی زیاد خودش رو نشون میده و این باعث شده که من حدوداً چند سالی هست که نمیتونم بدون واکنش باشم. نمیتونم مثل همه خودم رو سرگرم کنم که ذهنم رو نشنوم، قلبم رو نشنوم. در حالی که وقتی ذهنم رو خالی میکنم روی یک کاغذ، تازه بعد از اونه که اون احساساتم به من کمک میکنه بدونم راه درست و غلطم چیه. و یه مدت روی این تحقیق میکردم که بدونم واقعا این احساسات ماست که راه درست برای ما رو نشون میده یا این ذهن ماست که راه درست رو نشون میده. و من برای خودم اینجوری تصمیم گرفتم که ذهنم رو روی کاغذ میارم و اون موقع که ذهنم خالی شد اون چیزی که نوشتم رو بعدش میخونم. هر چیزی که عایدم شد، هر چیزی که از اون اطلاعاتی که روی کاغذ آوردم متوجه شدم، حالا
اون رو با اون چیزی که قلبم احساسم بهم میگه تلفیق میکنم. اون موقع تصمیم میگیرم یه کاری رو انجام بدم یا ندم. اون موقع تصمیم میگیرم که یه چیزی برای من خوبه یا بده. و این خوب و بد هر کس واقعا متفاوته. نمیشه گفت اون چیزی که برای من خوبه برای همه خوبه. اتفاقا وقتی راه و چاه خودت رو برای این بنا میکنی که فقط خودت مهمی، نظر دیگران برای خودشون و زندگی خودشون و تجربه خودشونه، تو این مواقع بیشتر خوبه تو با بد بقیه مساویه. یعنی این چیزی که تو فکر میکنی برای تو خوبه اصولا همه فکر میکنن برای تو بده و این اصلا مهم نیست. مهم اینه که حس و حال تو خوب باشه. یعنی این موقع ها دقیقا متوجه شدم که اون چیزی که حالت رو خوب میکنه اون حال خوب هم همینجوری به دست نمیاد. اون حال خوب اوایل خیلی مصنوعیه، خیلی یواشکیه، نمیدونم ممکن اشتباه کنی، باید یه مدت تمرین کنی تا به دست بیاری اون آگاهی که واقعا خوب و بدت چجوریه. بعد یه مدت دیگه واقعا متوجه میشی اون چیزی که احساساتت اشاره میکنه، اون چیزی که تو ذهنت میگذره واقعا چی میخواد بهت بگه. یعنی همه چی قراره با تجربه تو و احساسات و افکارت راهت رو نشون میده و این راه برای هر کس متفاوته. بگم که میخوام از این به بعد بعض وقتا جورنالینگم و همینجوری بیام بگم براتون بدون اینکه بنویسم، چون واقعا خیلی جالبه و بعضی وقتا میخوام برگردم حتی از 2-3 سال پیش، 4 سال پیش، حتی اون موقعی که تازه شروع کرده بودم به جورنالینگ کردن، برگردیم با همون رو مرور کنیم. خیلی جالبه. بعضی وقتا که میخونم میبینم چه احساساتی، چه حس و حالی، چه زندگی من تجربه کردم و یادم رفته. اگه این جورنالینگ ها نبود نمیدونستم از کجا به کجا رسیدم. پیشنهاد میکنم شما این کار انجام بدین، بنویسین. هر چیزی که ذهنتون رو مشغول میکنه حتما بنویسین. اون موقع است که یا بیخیالش میشین اگه مهم نبوده، اگه چیز مهمی هم بود باعث میشه که دقیق تر و بهتر واقعا روش برنامه‌ریزی کنین و انجام بدین. یعنی اون چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده فقط تو ذهنتون نمونه که روز و شبتون رو به فنا بده. این ذهن ما کارش تولید افکاره. ما باید یاد بگیریم که چجوری ازش استفاده کنیم. نیاز نیست هر روز و شبمون با زندگی توی ذهنمون بگذره. خیلی خوشحالم که تا این آخر ویدیو با من بودین، گوش کردین. اگه خوشتون اومد بهم بگین. همه کامنت ها رو میخوام بخونم و اگه این حرفا به دلت نشسته لطفا سابسکرایب کنین، چون قراره خیلی اطلاعات جالبی در مورد اینکه ذهنمون چه جوری کار میکنه، اینکه ژورنالینگ چه کمکی میکنه، یا اینکه از چه حال و احوالی گذر میکنیم و خودمون خبر نداریم با هم شیر کنیم. هنوز حرفایی هست که جرئت نکردم حتی به کسی بگم، قرار اینجا گفته بشه. مراقب خودتون باشین. شما لایق اینین که صدای ذهنتون رو کمی کم کنین و صدای خودتون و قلبتون رو بشنوین. تا ویدیو بعدی، تا وایس بعدی.